همایون باد استقلال تاجیک، دلی از فخر مالامال تاجیک، پیامی سبز آرد کفتری عشق به گوش ملت خوشفال تاجیک. بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد بینای آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکن گذشت حربی برگزار گردید. در این نمایش تنتنوی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرهاد رحیمی، رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده اشتراک داشتند. با رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده کمیسر حربی اوید به آمادگی قسم و واحدهای حربی به گذشت نظامی گزارش داد. حرب حضور توجه و باید محترم رئیس شهر هیئت شخصی قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق و ذخیره‌های سفربری برای گذشتن پرد حربی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سر برآورد. فرمانده پرد حربی کمیسر حربی شهر حاکم شریفزاده. سلام رفیقان. محترم هیئت شخصی قوای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات‌های حفظی حقوق و ذخیره‌های سفربری شهر پنجکن، حاضرین گرامی، با کمال احترام سخن به نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان محترم فرهاد رحیمی داده می‌شود. مرحمت. محترم افسران، سربازان، کارمندان مقامات حفظی حقوق و مقامات قدرتی کشور، اولا همه شما را و جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. به همه شما سلامتی و سربلندی میخواهم. محترم حاضرین، امروزها تاجیکستان ما، تاجیکستان صاحب اختیار و صاحب استقلال جشن دارد، جشن استقلال دولتی و استقلال ملی.
و امروز مردم شریف تاجیکستان با دستاوردهای بزرگ مهنتی با کارنامه‌های خود این جشن را پیشواز میگیرند و فکر میکنم جشن امروز همه آن دستاوردی که کشور طول 30 سال آخر داشت طبعا با نام اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان است. محض پیشوای معظم ملت با کار و پیکار جوانمردانه با جسارت با یک سیاست خردمندانه دوراندیشانه بنیادکارانه خود کشور ما را اولا از جنگ تحمیلی شهروندی رها بخشیدند، بعدا در کشور نظام معینی رشد اقتصادی صورت گرفت و امروز تاجیکستان را در عرصه بین الملل همچون کشوری پیشرفته مترقی، کشوری که در آن صلح و ثبات و امنیت کامل موجود است میشناسند و توسط زحمت‌های پیشوای معظم ملت امروز تاجیکستان همچون یک عضو جدا نشونده جامعه جهانی در حل تمام مشکلاتی که به سر انسانیت آمده است کوشش میکند و فکر میکنم این جشن ما یک جشن هست که بار دیگر به جهانیان اثبات کنیم که مردم تاجیک، ملت تاجیک ملت تمدن ساز، تمدن آفر، فرهنگی و بنیادکار است و در پیشاروی واقعیتی که امروز در جهان است و در منطقه رخ می‌دهد بار دیگر ملت تاجیک را پیشوای معظم ملت و وحدت و یک دیگر فهمی می‌خوانند و توسط این سیاست پیش می‌برند. بار دیگر به همه شما جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. تشکر. سپاس رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مردم شریف پنجکند را با 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شاد باش گفت. محترم هیئت شخصی قوای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق و ذخیره‌های سفاربری، حاضرین گرامی، سنه 9 سپتامبر مردم سربلند کشور عزیزمان تاجیکستانی صاحب استقلال سنه فرخنده ملی 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و آرامی وطنمان با افتخار و سرافرازی و احساس بلندی وطن دوستی تجلیل می‌نمایند. قبل از همه از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هر یک شما و در سیمای شما کل مردم شهر پنجکند را با مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان سعادت روزگار، سلامتی بردوام، برار و کامگاری، آسمان صاف و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا می‌نمایم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در رابطه با حفظ حمایه وطن عزیزمان خیلی به مورد تاکید نمودند. والاترین معیار وطنداری و وطن دوستی رسیدن به قدر وطن، ملت و دولت صاحب استقلال و جا آوردن خدمت وطن و حفظ مرز و بوم آن می باشد. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین صلح و ثبات و امنیت مردم شریف تاجیکستان کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند که همه ما شاهد این پدیده‌های نیک هستیم. تاکید کردن به مورد است که قوای مسلح جمهوری تاجیکستان زاده دوران استقلال دولتی بوده، روند تأسیس و تشکل آن به مرحله نهایت مرکب ابتدای دولتداری ملیمان راست می آید. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که حمایه وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت دولتی و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. باید ذکر نمایم که افسران و سربازان قوای مسلح در سالهای دشوار مخالفت داخلی
و شدت گرفتن وضع منطقه و جهان قرض وطنداری خویش را صداقتمندانه اجرا نموده در راه به اعتدال آوردن وضعیت، تأمین صلح و ثبات و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی رسالت فرزندی و شرمندی خود را به طور شایسته ادا کردند. باید یادآور شوم که وحدت ملی ثمره تلاش‌های وطندوستانه خرد و بزرگ دولت تازه بنیاد و خدمت تاریخی خلق تاجیکستان میباشد و به همین خاطر ما وظیفه داریم که این نعمت بی‌بها را و مثل گوهرک چشم احتیاط کنیم، دیارمان را عزیز و گرامی داریم و حفظ و نگهداری نماییم. افسران و سربازان محترم، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان تاکید می‌نمایند که امنیت، صلح و ثبات در کشور و وحدت و اتحاد ملی اساس پیشرفت و ترقیات وطن میباشد. مسئولیت عظیم حمایه و تأمین آنها به ذمه همه ما محافظان وطن، خدمتچیان حربی قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات گذاشته شده است. روندهای جهانی شوی سبب پیدا شدن ظهورات نامطلوب از قبیل تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم و سپاراتیسم، جنایتکاری متشکل بین المللی و دیگر رویه‌های برای انسانیت خطرناک گردید. تحلیل وضعیت حربی سیاسی منطقه و جهان نشان می‌دهد که تا حال عامل‌های موجودند که می‌توانند بر رشد باثبات جمهوری تاجیکستان تأثیر منفی رسانند. حادثه‌هایی که در رابطه با وضع تغییریابنده جهان امروزه و خصوصیت استوار پیدا نمودن ظهورات خطرناک زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم در کشور به ما همسایه افغانستان رخ داده‌اند، ما را وادار می‌سازد که به مسئله‌های تأمین امنیت کشورمان دقت اولین درجه دهیم. گذشته از این نباید فراموش کرد که خائنان ملت و خواجه‌های خارجی آنها تا هنوز از نقشه‌های ناپاک و غرضناک خود که ابتدای سال‌های 90 داشتند دست نکشیدند. آنها تا به حال از خارج کشور با تمام راه و واسطه‌ها کوشش کرده ایستادند که جامعه ما را ناآرام ساخته فرهنگ و مذهب بیگانه را به سر ما تحمیل کنند. امروز جوانان بانند و ناموس کشور باید هوشیار و زیرک باشند، زیرا فعالیت چنین رویه‌های اکستریمیستی، رادیکالی و خرافات پرستی یکی از عامل‌های اساسی خطرزا برای امروز و فردا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه به شمار می‌رود. از این لحاظ چنانکه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند، وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز و افسر بانند و ناموس هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایه خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نماید. از این لحاظ ضرور است که هر یک شخص وطندوست کشور بخصوص شما سربازان شجاع وطن برای تأمین اجرای این عهده‌داری زیرکی سیاسی را از دست نداده برای شکوفایی و رشد و نمای وطن محبوبمان از جمله شهر باستانی پنجکین دائما در تلاش باشید. ما از آن افتخار می‌نماییم که هیئت قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای قدرتی، مقامات‌های حفظ حقوق و ذخیره‌های سفربری امروز قادرند منفعت‌های دولتی صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایه نمایند. ما باید طوری رفتار نماییم تا مردم شریف تاجیک درک نماید که ارتش قابل حفظ مرز و بوم کشور را دارد و خلق میتواند تحت حمایه آن حیات آسایشته برد. خاطر نشان میشوم که با فرمانهای رهبر دولت تا امروز هزاران نفر خدمتچیان نظامی قوای مسلح و مقامات حفظ حقوق برای جسارت و شجاعت، خدمت صافدلانه و نشان دادن کارنمایی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی با مکافات‌های دولتی، رتبه‌های عالی حربی و عنوان‌های فخری قدردانی گردیدند. باوری کامل داریم که خدمتچیان حربی با خدمت صداقتمندانه و صادقانه در بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی سهم بارز گذاشته
با طفیل خدمت باشرفانه منفعت‌های سیاسی یکپارچگی وطن عزیزمان و مرزهای آن را از همه گونه عملیات‌های تحریک‌کارانه حمایت می‌نمایند. بار دیگر تمام هیئت شخصی ساختارهای نظامی، مقامات حفظی حقوق و ذخیره‌های سفربری شهر پنجکند، اینچنین ساکنان شرفمند پنجکند باستانی را با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان تبریک گفته و هر یک شما در راه حفظ وطن و حمایت استقلالیت و آزادی سرزمین اجدادیمان که رمز شرف و ناموس وطنداری ما می باشد موفقیت و سربلندی آرزو می نمایم. بگذار استقلال دولتی افتخار دائمی هر یک شهروند کشور عزیزمان باشد. بگذار در تاجیکستان عزیزمان تحت راهبری سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان همیشه صلح و ثبات جاویدانه پایدار بماند. جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک محافظان دلیر و شجاع وطن. و سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف! پرد! نظام! با مرش تنطلبی! موافق رتا! رات اول روبرو دیگران براز گرد! در یک مسافت صف بند توجه براز با قدم باش
دلیل جنگاور قوه‌های مسلح کشور اتحاد بزرگ زورآور قوه‌های مسلح کشور در میدان افسران و هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکه قدم می‌زنند. هیئت افسران و کارمندان شعبه کارهای داخلی سابقه‌داران میلیسیا پیوسته در چهارگیری‌های گوناگون سیاسی و تشکیلی فعالانه شرکت می‌ورزند. از نزد منبر جوانان گروه اولگری شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکه قدم می‌زنند. در میدان هیئت افسران و سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکه قسم نظامی 9293 قدم می‌زنند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین یگانگی حدودی و مرزی کشور آسایش امنیت اهالی بلند برداشته آبرو اعتبار تاجیکستان عزیزمان تمام قوت تجربه و مهارت خویش را سفرور نمودند. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفروری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکه قدم می‌زند. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکه زاده دوران استقلال بوده در اساس قرار مجلس وکیلان خلق شهر پنجکه از 16 سال 1991 همچون شعبه مرکزی آسیا منطقی دانشگاه آزادی روسیه تأسیس ساخته شد و از سال 1294 همچون دانشگاه آزادی تاجیکستان عمل نموده از دو فاکولته حقوق‌شناسی و مینی تجارت عبارت بوده وابسته به طلبات ایام در سال 2001-2002 در دانشکده فاکولته آموزگاری تشکیل کرده شد. در سالهای بعد وابسته به تأسیس اختصاص‌های نوی آموزگاری از سال 2007 نام دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکه دارد. از نزد منبر ذخیره‌های سفروری خارج اطلاعاتی و انفلاسیونی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکه قدم می‌زند. از نزد منبر هیئت شخصی ذخیره‌های سفروری ساحه تندرستی شهر پنجکه قدم می‌زنند. ساحه تندرستی یکی از سمت‌های اکثریت‌ناک سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان بوده. حکومت کشور و رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی توجه خاصه ظاهر می‌نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که حکومت تاجیکستان در روند ادامه بخشیدن اصلاحات ساحه تندرستی و مسئله‌های بهتر نمودن دسترسی صفت و ثمربردی خدمت‌رسانی طبی و اهالی اینجوری رشد شکل‌های نوی کمک اولیه طبی و سانیتری اهمیت خاصه می‌دهد. از نزد منبر هیئت شخصی ذخیره‌های سفروری کالج طبی شهر پنجکه می‌گذارد. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکه همقدم دوران استقلال بوده سال 1292 تأسیس یافته است. در طول 30 سال صاحب استقلالی کشوری عزیزمان مؤسسه تعلیمی و یک قطار دستاوردها نایل گردید. مؤسسه مذکور متخصصان را از روی معلومات بیانه مخصوص طبی آماده می‌سازد. دانشجویان فعال مؤسسه در آزمون‌های جمهوری ولایتی و شهری اشتراک نموده همه سال جای‌های افتخاری را صاحب می‌گردند. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفروری جماعت دهات ماهیان قدم می‌زنند.
دهات فرام سال 1903 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی اماندره هدف می‌زند. جماعت دهاتی اماندره سال 1932 تشکیل شده است. تاجیکستان ملک آزادم، کشوری پرفیض و آبادم، جشن استقلال داری تو من ز استقلال دلشادم. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی واحد شهری قدم می‌زنند. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری کارخانه مشترک زرافشان هدف می‌زند. کارخانه مشترک زرافشان سال 1990 همچون کارگاه مشترک در زمینه تامینات معدن تیزوی تاجیک به کار آغاز نموده است. یکی از بزرگترین کارخانه‌های ساحه معدن کوهی در کشور کارخانه مشترک زرافشان میباشد که ثمره دوران صاحب استقلالی میباشد. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی سرجیده قدم می‌زنند. جماعت دهاتی سرجیده سال 1930 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی کاسه‌تراش قدم می‌زند. جماعت دهاتی کاسه‌تراش سال 1930 تشکیل شده است. زنده باد تاجیکستانی آباد و آزاد. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی شین قدم می‌زنند. جماعت دهاتی شین سال 1926 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی خرمی قدم می‌زند. جماعت دهاتی خرمی سال 1926 تشکیل شده است. از نزد منبر هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی رودکی می‌گذرند. جماعت دهاتی رودکی سال 1924 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی سرس قدم می‌زند. جماعت دهاتی سرس سال 1930 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری محله‌های شهر قدم می‌زنند. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی یاری قدم می‌زند. جماعت دهاتی یاری سال 1930 تشکیل شده است. از نزد منبر هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی خلیفه حسن می‌گذرند. جماعت دهاتی خلیفه حسن سال 1924 تشکیل شده است. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه تصفیه تکنیکی شهر پنجکه قدم می‌زند. مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه تصفیه تکنیکی شهر پنجکه 21 مارس سال 1961 در پایگاه استانسه ماشینی و تراکتوری تشکیل یافته است. لیسه تصفیه تکنیکی شهر پنجکه و تعلیم و تربیت و بهر آماده نمودن کادرهای کارگری مشغول میباشد. در میدان هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری جماعت دهاتی بارو قدم می‌زند. جماعت دهاتی بارو سال 1924 تشکیل شده است. در میدان ذخیره‌های سفربری کالج آموزگاری شهر پنجکه قدم می‌زنند.
950 آموزشگاه آموزگاری و کالج آموزگاری شهر پنجگه تبدیل داده شد. در میدان ذخیره‌های سفربری مؤسسه‌های تحصیلات بیامه عمومی شهر و دیهات پنجگه قدم می‌زنند. ساحه معارف یکی از ساحه‌های اقتدارنام جامعه به شمار می‌رود. در شهر پنجگه 134 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله 11 مؤسسه تحصیلات اساسی، 120 مؤسسه تحصیلات بیامه عمومی، یک تزیه، دو لیسه، 64748 نفر از جمله 31577 نفر دختران و تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. سال روان و دانشگاه و دانشکده‌های مملکت 22 نفر از طریق کوتاه پرزیدنتی داخل گردیدند. پایه دولت نباشد به معارف استوار، دولت پایدار خواهی روی بر مکتب آر. از منبر ذخیره‌های سفربری، ناظرات انداز، ریاست مالیه، تاجیکستان در بانک‌ها و مؤسسه دولتی خواجگی جنگل قدم می‌زنند. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال حیکل زیباست. آدم همه جا عزیز لیکن بر ما باور یکتاست تاجیکستان.
سرگذشت حربی در شهر پنجکین با شکوه و خاطرمان برگزار گردید و بار دیگر از افتخار و سعادت ملت تاجیک که صاحب دولتند درک داد.